روز 15 ینور سال 2024 تقریبا ساعت 14:00 دقیقه به وقت مسکو بین دانشجویان اکادمی خواجگی خلق و اکادمی پرزیدنتی زنوزنی گروهی رخ داده است. در پی این زنوزنی 11 نفر را دستگیر کردند و دو دانشجوی 16 ساله سال یکم اکادمی پرزیدنتی از تاجیکستان عباد و حاجیف را با زخم‌های کرد بستری کردند. 10 نفر از دستگیر شدگان نابالغ بودند. پلیس یک دانشجوی 18 ساله سیوم اکادمی را تحت جستجو قرار داده است. خود اکادمی پرزیدنتی روسیه در خیابان ورناتسک در منطقه جنوب و غرب شهر مسکو جایگیر شده است، ولی زنوزنی بین دانشجویانش بنا به اطلاع تلگرام کانال به مقامات حفظ حقوق روسیه نزدیک بازا در خوابگاه رقم 2 در خیابان ولگاگراد در منطقه تکستیل شکی در جنوب شرقی پایتخت روسیه رخ داده است. بعض تفصیلات مناقشه خونین بین دانشجویان را چنین به قلم داده است: به گفت یکی از اشتراکچیان زنوزنی، دانشجویان در نزد آشخانه KFC ایستاده بودند. در همین وقت به نزد آنها یک نفر ناشناس آمده به شکل تحقیرآمیز طلب کرد که به او سیگار بدهند. چنین برخورد تند به بچه‌ها نفورید و آنها نیز جواب تندش دادند. در نتیجه بین دو گروه زنوزنی به عمل آمد. قریب همه دانشجویان لاتوکوب دانشجویان اکادمی خواجگی خلق و اکادمی پرزیدنتی بودند. به دو دانشجو کمک طبیبان لازم شد. عباد و اوجیف را با زخم‌های کرد در بیمارستان خواباندند. بعض همچنین خبر داد که پلیس در پی این زنوزنی 11 نفر را دستگیر کرد که از این شمار تنها یکیش بالغ و بقیه نابالغ بودند. نسبت به آنها بر اساس قسم اول ماده 20 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری روسیه با اتهام میل اوباشی پروتکل مأموری ترتیب دادند. در رابطه با این حادثه بر اساس قسم دوم ماده 213 کودکس جنایی روسیه با اتهام اوباشی گروهی با استفاده از سلاح سرد پرونده جنایی نیز گشوده. به اطلاع بعضا یک نفر را تحت جستجو قرار دادند. بنا به اطلاع باز یک رسانه نزدیک به مقامات حفظ حقوق روسیه تلگرام کانال شد دو دانشجویی که کرد خوردند هر دو 16 سال داشته در سال یکم تحصیل میکردند. این کانال خبر داد که آنها اثر سینه، تخت پشت و شکمشان کرد خوردند. شاد نیز بازداشت 11 اشتراکچی زنوزنی با شمول 10 نابالغ خبر داد. زنوزنی های گروهی بین مهاجران باعث نگرانی مقامات روسیه شده است و ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی ها با اشتراک مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغلانه و ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی ها به نمونه به کشورهای زادگوهشان اخراج کرده از حقوق عبور مرز روسیه محروم میکنند. در پایان سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که الکی بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زنوزنی های عمومی از این کشور اخراج کردند.